جمع شدیم تو اینکه مربای از بهی تیار کرده شدن رو آماده کنیم. به نهایت این چیزی گرم می باشد برای شمال خوردگی برای بسیار استفاده می. بهی یک میوه می باشد که قریب همه میوه دارویی می باشد. نوده بهی برای شکم درد میجوشونی هم تو کمپوت بوی میشد و نوشیدنش ممکن. دانه بهی برای گرفتن من گیروندگی استفاده میبرن و آب ترکره میمونی یک و پیدا میشد آبی غفص پیدا میشد و میخوری همین خیلی و سبک میشه بعد همه هر خیل میکنن و مربای بهی گیرن من امروز مترزی مثلا اول وارو در آب جوشانده بعد قند آب کرده و بولش میریزیم و میپزیم دم میتیم یکی میتونیم تا اینکه تیار شود. بهی یک میوه باشه کم دیرتر تیار میشه. بعد از تیار کردن اون رو میتونیم با بانک ها گیریم لیکن ما از کردو کاروی مادرمون بیبی همون در خاطر داریم که اونها مربا رو در سطل های سیردار گرفته میمونده. برای ما خیال میکنیم که امروز از همون اصول هایی که اونها میکردن از همون استفاده بریم. بعد از تیار شدنش اون رو در سطل های گرفته مونیم ذخیره برای زمستان. همه وقت ما در خاطر داریم در خورجمون که مادرمون در سطل های سیردار کسب های سیردار گرفته میموندن همین مربا ها رو. ما امروز از همون اصول اونها استفاده میبریم. حجمش کلانتر باشد البته و زیادتر پاره میکنی. اگر حجمش خردتر باشد دو پاره کرده هم خیلی میپرده در نشه توزه کرده به نهایت با مزه میشه. خیلی باز کمپوت میکنن از بهی آدم بسیار تماش عجیب دیگر خیلی میشه. همین خیلی خورد و پاره کرده بعد قنداب کرده در بولاش میاندازن. یعنی زمستان به اینم به نهایت خوب میشه. وقتی بهی که حاضر هست برای همین حاضر تیار میکنیم برای همین تیرامو که هست برای همین برای زمستان حاضر ذخیره کرده میمونیم که به معلوم در زمستان شده مثلا نوشیجان کرده شدن چیزی تیار بانو هم خوش‌طعم میباشد به نهایت رنگش هم عجیب خوش‌رو میشد همین رنگ سرخ همه خانواده میخواهد که دختری خانواده یا اینکه کلینی خانواده هنرمند باشد تو اینکه برای زمستان ذخیره کرده ماند و به معلوم بعد نوشیجان کنند لیکن هستن جوانانی که خیلی از عهده‌اش نمیکنند حاضر هست البته کورس های هست پزندگی مثلا پخت و پزی زیاد دخترایی که شوق دارن البته پیش از خونه دار شدن رفته در همین کورس ها و خودشون رو بلند میکنن مثلا فهمیششون نسبت پخت و پز خونه داری بلند میکنن تو اینکه در خونه در حیات عذاب نکشن خانواده نو میخوان بینن که کنی کلین چخیل پخت و پز میکنه چخیل هنرها داره خوراکای چخیلی میپزه برای ما حرکت میکنیم فرزندمون نشون تیم یاد تیم که همیشه کردن در کور مثلا ترسیدن لازم نی در خانواده نو البته یک بوهیمه دارد به این نیست جای نو آدمای نو لیکن به هر حال اگر که مثلا دخترها هنرمند باشن همون کار دونن یکون چیز سری روی اونها رو گرفته نمیتونن مادرم حتما مربای بهیگی میکردن حتما میکردن به نهایت نغز میدیدم اولچه میکردن دستشون به نهایت بمزه بود ما از اون کس بسیار چیزی برای خودمون آموخته کردیم اوشوی توپای خوشروی میکردن مادرم به نهایت چخیل میکردن توش بیره میبستن که همه با یک طبق میکشتن بسیار میشد وقتی میکردن بسیار پتنوسو گرفته میمونده هم با یک طبق میکشتن به نهایت نغز میدن خوراک خمیرینی ملی خودمون رو خصوصا توش بیره رو نغز میدن بهتر میشد که البته خانه به همین کلین های آمدگی خوراک های ملی خودمون رو تیار میکردن دقت خانواده جلب میکردن خصوصا شوهرشون رو که خانه بیون همه چیز مهیا همه چیزی بودی باشدم بو مزه بو لذت پختمونه ما میگویم بروم که کنی کدبانوی خانه چی کردگی باشد بو مزه امروز هر جای خوراکی نو میکند البته به دقت اون کس رو به خانه جلب میکند نه اینکه به یگان جای دیگر کرم در یگان جا خورم خانه اقاقات خوشرونه یا که بو مزه تابی دلنه کلینی دوراندیش باشد هیچ وقت نمیموند که بودجت خانه مثلا کم شود البته حرکت میکنه همه چیز از خانه پیدا شود همه در خانه خورد و خوراک کنه خوراکای با مزه حرکت میکنه که
تیار کند. البته از طرف مردها شوهرها هم وابستگی داره، چون که خوراک‌های تیار میکنن. بعضی مردها اومد یگان مثلا چی بگم تعریف هم نمیکنن، نمیگن که بنیاد خوراکی با مزه پختی دستتون در نکند، یا که یگان چیزی که خانواده همون خانواده که مثلا کلی یا دختری که همون خوراک رو تیار کرد با خوراکی و بهودی هم که بنیاد با مزه بود، رحمت برای تیار کردگی. بعد با حواسمندی زیاد میشه، با حرکت میکنه یگان خوراکی دیگرتر بهتر تیار کنه. موافق همین شکرش باید باشد ده موافق باشد چند کیلو با کیلو می انداختم. من امروزی 5 کیلو با 3 کیلو شکر می اندازیم. 3 و نیم ده درونش کتی پزدو تیار شود. در آخری اگر مزهش نقص اصل برین میشد. هفتش خوشی چه زرد چای اصل مونم. بهی یک 10 بانک ذخیره کردیم. نه اکنون سر شد بهی پختنش. ولی تو حالا تیار نبود بهی. زردولو، شفتولو، اینا همه چی محکم کردیم. 25-30 بانکگی محکم کردگی. تاکی 200 بانک محکم کردیم. شاخچه بهی کمپوت میکنیم. از نودش. هم سلفا با نه. هم نشوبه کرده می نوشیم. شاخچش خودش برگش نه و میشید نودایه شده مایده میکنید 4-5 بلک میکنید و آب انداخته میجوشونید جوشید کمک و ارالش میکنید شکر کمک مول نه برای که خودش شیرین و بهی نودش هم ویش به مزه میبرد نشوبش برای سلفا بسیار یاردم میکند. اچکری چای کده می نوشیم برای دولینی قند چکری خودمون به همه چی همینو هست نو این خودمون نظر نگیر مو فقط باید دکتر به مراجعت کنیم و خیلی تیار کردم بس میگم یا خیلو این چی در کار اینه که فایده نک از انگور هم کمپوت میکنیم. چه کمپوتی خوشوریم انگوری سیاه میبرد. عجیب رنگش خوشوریم میبرد. یک بنفشی گفته نمیشه. ما هم خیلی انگور میگیریم هم خیلی بانکا با هم خیلی میاندازیم هم بایش کتی. این نودش کتی هم خیلی میاندازیم رنگ انگوری سیاه البته. بنیاد رنگش خوشوریم میبرد. برای زمستون ذخیره کرده میمونیم و انگور کمپوت میکنیم. مثلا میوه‌های شفتالو هم با مزه. از انور کمپوت کردگیم دوست. انور کمپوتش جدا خوشروی میبرد. خیلی دونه میشد کو. عجیب رنگش هم همین خیلی سرخچه همین با روزه همین خیلی میشد. بنیاد خوشروی میشد از انور. تاجیکستان خودمون که از میوه بوی میپوشیم. و فکر من همه کادبونها در خونه‌شون همه چیزایی که همین بودگی این انگور هم ورینی میکنن. این شفتالو هم این همین همه چیزو کلوبنیکا یوبه هم بوده هم. خربوزه تربوز هم میکنن و مربا برای زمستون گرفته میمونن. از خربوزه و مرباش رنگی همیشه زردی خوشرو میشد. اصل برین همیشه بنیهایت خوشمزه میشد هم. از پچوخی تربوز همیشه برای این تیار میکنن. حجمش 1.5 به 1.5 دیتا همیشه کده میبرن و به اندوخته میجشونن. بعد همیشه بانکو با محکم کرده میمون. همه میوه البته در سطل گرفته نمیشه. بعضی هاشم مثلا بهیه میشد گرفته موندن. مثلا اولوچه میشد گرفته موندن. چخیل که باید هیچی نمیشد. استوده هم میگیرن. البته یک وقتی کم شکرش زیادتر میکنی با حضور میسته. خیومش نقض میپذیر خیوم کرده. تو اینکه اوباش نموند به هم خیلی وقتی برداشته خیلی کردم به هم خیلی دروز شده میمونه. عجیب بومزه میستد و یود دیر. از سبزی من از میکنه ورینی و رنگی بایم خوشروی میشه. چخیل که برای تیار کردن اوشمو و سبزی رو پورا میکنیم هم خیلی پورا کردن در کار مایده
бо махсус хеле ваю ҳастанд ки барои сабзия гузарондан ҳамон нукате мекунӣ аҷоиб хушрӯй як хел рангаш мебурад ваям сатилба меистад ҳичи намешад масалан дерам истифода барӣ ҳичи намешад то истода мегирад ин ҳамаш захираҳо барои зимистон албатта ки мураббои сабзигӣ тайёр кардан ва агар ки камакак лимон андозӣ агар бу бениҳоят маззааш дигар хел мешавад хуштаъм мешавад як маззаи аҷоиб дигар хел пайдо мекунад баъд биҳиро майда карда шудем акун вақти тайёр карданаш омад ҳозир инро ба дег андохта об меандозем каме меҷӯшонем баъд қиём карда шакарро биҳи ки камакак ки мулоим шуд баъд қиёми ва шакарро меандозем болош баъд тайёр мекунем ҳозир мебинем ҳамроҳ من این مربای ما جوشید روزی چیش هم میاندازیم دهنش میمونیم جوشیدن گیرد کن دهنش میمونیم мураббои биҳигии моям тайёр шуд тунем инро гирифта ба сатиламон чӣ хел ки ба бибиҳои мо мекарданд ба сатил гирифта монем барои захира кунем барои зимистон ин мураббо истода дар сатил бо рангаша дигар хел мекунад ин бениҳоят тарзи осони захира кардан барои зимистон бо банкаю банка ҷӯшонию банка маҳкамкунӣ бисёр худамонро андармон намекунем якбора ба сатил гирифта мемонем бениҳоят ва осонтар тарзи осонаш мо метавонистем рангаша боз ҳам равшантар кунем барвақттар гирем лекин хостем ки камака рангаш бо хел сертар шавад анборхона ки дар онҷо ҳамаи захираҳои зимистонӣ ҳаст дар ҳамонҷо нигоҳ медорем ба назди дигар ва мураббоҳои кардамондагиамон шарбатҳои кардамондагӣ